این هسته سیاره زمین هست، مرکزی ترین نقطه برای ما، اما نیست. مرکزی ترین نقطه برای ما از داخل خود ما شروع می شود، نه از بیرون، از داخل دنیای افکارمان، جایی که نه شروع هست نه پایان. کیهان در واقعیت بسیار بسیار عظیمتر از آن چیزی است که ما مشاهده می کنیم. آنچه ما میبینیم تنها بخش کوچکی از عظمت این کیهان هست، چرا که دید ما به کیهان به شدت محدود هست. در اینجا یک طلسم کیهانی هست، یک طلسم با نام سرعت نور که اجازه نمیدهد ما عظمت و شکوه واقعی کیهان را مشاهده کنیم. آنچه ما آن را لبه کیهان میشناسیم در اصل لبه و مرز واقعی کیهان نیست. در ویدیوهای قبلی ما از لبه کیهان و مرز جهان صحبت کردیم، ولی حالا میخواییم فراتر از مرز این کیهان برویم، به دنیایی که تاریکی هست و جایی که نور آن بسیار کشیده هست. در سفرهای قبلی ما به یک مرز رسیدیم، افق نوری کیهان و یا مرز نوری جهان. اما فراتر از آن نقطه تاریکی هست، البته برای ما، چون نور این قسمت ها هرگز و هرگز به ما نخواهند رسید. این هم تصویری از تابش پس زمینه کیهانی است، قدیمی ترین و دورترین تصویری که ما می توانیم از کیهان مشاهده کنیم، تصویری از دوران کودکی کیهان ما و نور زمان تولد. البته در کنار این یک نقشه دیگر هم هست، تابش پس زمینه نوترون های کیهان که بر اثر انفجار بزرگ شکل گرفت. تصویر تابش پس زمینه کیهانی در اصل همان لبه کیهان قابل رؤیت ماست و در این نقشه دو چیز کاملا آشکار شد: یک، پراکندگی ماده در همه جا هست و دو، ساختار این پراکندگی منظم و بسیار مرتب هست و مواد در کل کیهان یکسان پخش شده است. اگر این ویژگی ها را مد نظر بگیریم، فراتر از مرز کیهان قابل رؤیت ما درست مثل همین جاست، یعنی کهکشان های بیشتر، ستارگانی بیشتر، سیارات بیشتر و هر آنچه که اینجا هست آنجا هم هست. از راه دور خوشه های کهکشانی خواهیم دید، تهی های عظیم، ابرخوشه ها و همین چیز تقریبا مشابه همین جاست. اگر محدودیت نور نمی داشتیم، ما می توانستیم کل کیهان را مشاهده کنیم، کل جهان هستی، هر آنچه هست و فراتر از آن نیست، و حتی مرز واقعی کیهان را، جایی که فراتر از آن یک کیهان دیگر هست. اگر این محدودیت از بین می رفت، ما صدها میلیارد سال نوری دورتر و شاید فراتر از آن را مشاهده می کردیم. اما چرا چیزی با نام محدودیت نور در اینجاست؟ تا حالا 3 کهکشان به عنوان دورترین کهکشان ها شناخته شدند: جادس جی Z14، جادس جی Z13 و گلنز Z13 که بسیار دور هستند و در فاصله 290 میلیون سالی از انفجار بزرگ قرار گرفتند. اینها جوانترین و دورترین کهکشان هایی هستند که ما تا حالا تصویر برداری کردیم و به فاصله 13.6 میلیارد سال نوری دورتر میرسند. ولی هم اکنون این کهکشان ها در فاصله واقعی 33 تا 35 میلیارد سال نوری از ما قرار گرفتند و از مرز جهان قابل رؤیت ما فراتر. و با این حال حتی این کهکشان ها هم در 1/3 این کیهان قرار گرفتند و 2/3 کیهان فراتر از اینها هست. در آن 2/3 تنها 2 نوع کهکشان پیدا خواهیم کرد: مارپیچی ها مشابه کهکشان خودمان و بیضوی ها مشابه ابرغول‌پیکر IC1101. حتی آن 3 کهکشان نام برده شده نیز دیگر به شکل اولیه نیستند و حالا به غول‌پیکرهای مارپیچی و یا این بیضوی‌های عظیم تبدیل شدند، با ابرسیاه‌چاله‌هایی که نمی‌توانیم تصور کنیم. در اینجا 2 سوال شکل می‌گیرد: در آن طرف مرز جهان قابل رؤیت چه پدیده‌هایی هست؟ و پاسخ اینجاست که کهکشان‌ها، خوشه‌های کهکشانی، فضای خالی و هر آنچه که این طرف هست. و سوال دوم: در آن بیرون چقدر فضا، چقدر ماده و کهکشان هست؟ و برای جواب این سوال اول باید کیهان را در بزرگترین حالت نگاه کنیم. از قدیم تصور می شد کیهان ما کروی هست و زمین در مرکز و در آخر دنیا یک مرز هست و فراتر از آن تاریکی است.
جالب اینجاست که هنوز هم بیشتر ماها همینطور فکر میکنیم. در واقعیت نه انسان و نه هیچ ابر کامپیوتری قدرت تصویر و ساختن چیزی به اسم مرز کیهان را ندارد. هیچ کس نمیداند که مرز کیهان کجاست، چه شکلی هست و فراتر از آن چه چیزهایی هست. ما هیچ تصوری از لبه کیهان نداریم به جز یک چیز: نور، و هر چیزی که به لبه کیهان برسد دور میزند و بر میگردد، درست مشابه یک سیاهچاله. در مورد مرز کیهان یک چیز کامل مشخص هست: هیچ مرز فیزیکی در اینجا نیست، هیچ لبه و یا مرزی در اینجا نیست. به عنوان مثال، ناظری که داخل افق رویداد یک سیاهچاله هست هرگز نمیتواند بیرون این سیاهچاله را مشاهده کند و یا به بیرون بیاید، چون قوانین فیزیک آن سیاهچاله اجازه نمیدهد و زمانی که چیزی نشدنی هست آن نیست. یا می توانیم کیهان را مانند سطح یک توپ بسیار عظیم تصور کنیم، مثلا سطح زمین که ابتدا و انتهایی در اینجا نیست. می توانیم تا بی انتها به دوران بچرخیم و هرگز به لبه سیاره نرسیم. و به همین خاطر دانشمندان میگویند که کیهان لبه ندارد، اما ممکن هست انحنا داشته باشد. قوس. دانشمندان گفتند که اگر کیهان بی انتها نیست، پس باید در جایی به دور خودش پیش خورده باشد. اگر بتوانیم این خمیدگی را در محدوده قابل رؤیت پیدا کنیم، می توانیم اندازه کل کیهان را اندازه‌گیری و محاسبه کنیم و این که آیا گرد هست، لوله‌ای هست و یا تخت، و حتی می توانیم آینده کیهان را پیش بینی کنیم و یا انتهای کیهان را. یک روش برای یافتن این انحنا هست: بررسی پراکندگی انرژی در فضا که با علامت امگا نشان داده می شود. در واقع خمیدگی فضا به انرژی و ماده موجود در آن بستگی دارد. انیشتین نشان داد که جرم می تواند بر فضا زمان تأثیر بگذارد و آن را منحنی دار بکند. کیهان با انحنای مثبت یعنی امگا بیشتر از یک، که اگر کل ماده و ماده تاریک موجود در کیهان آنقدر زیاد باشد که فضا به دور خودش پیش خورده باشد، کیهان کروی شکل و یا مشابه یک سیاهچاله خواهد شد و در این کیهان دو فوتون نوری در جهت مخالف یکدیگر در نهایت به هم میرسند و به نقطه شروع باز میگردند و در چنین کیهانی گرانش پیروز هست و در نتیجه انبساط به اتمام میرسد. کهکشان ها به هم نزدیک خواهند شد، سیاهچاله ها ادغام خواهند شد و همه چیز دوباره به یک نقطه ابتدایی باز میگردد، یعنی بیگ بنگ. اما آیا این سرنوشت کیهان ماست؟ خیر. در سالهای 90 دانشمندان با کمک تلسکوپ هابل سرعت واقعی انبساط کیهان را فهمیدند و جالب اینجاست که این سرعت هر روز در حال افزایش هست. نیروی عجیبی در فضاست که درست برعکس گرانش عمل می کند و آن انرژی تاریک است. اگر گرانش فضا را به سمت داخل خمیده می کند، انرژی تاریک برعکس عمل می کند و به بیرون هل می دهد. اگر اینها در مقابل یکدیگر باشند، یک هندسه فضایی جالب شکل میگیرد، یعنی کیهان ما. اما خمیدگی به سمت بیرون را نمیتوانیم تصور کنیم و هیچ دستگاهی و یا ذهنی توانایی ساخت چنین عکسی را ندارد و تنها با ریاضیات قابل بیان هست، یعنی امگا کوچکتر از یک. زبان کیهان زبان ریاضیات. در کیهانی که انرژی تاریک در آن زیاد هست، فضا تا بی نهایت عظیم و بزرگتر می شود و دو فوتون هرگز به یکدیگر نخواهند رسید و چنین کیهانی به بیرون منحنی دارد و شیپوری هست و اشکالی که ما نمیشناسیم. اما پرسش اصلی اینجاست: کیهان ما کدام یکی از این هاست؟ آیا گرانش قوی تر هست یا انرژی تاریک؟ به طرز جالبی کیهان ما درست در مرز و میان این دو قرار گرفته است، یعنی انحنای فضای ما یک هست، امگا یک، و این یعنی گرانش و انرژی تاریک با هم در تعادل هستند و به همان اندازه‌ای که گرانش فضا را به داخل منحنی می کند، انرژی تاریک آن را به بیرون منحنی می کند و چنین پیوستگی و چنین جنگ میان این دو باعث به وجود آمدن یک فضای تخت و قابل سکونت برای ماها شده است.
در یک کیهان تخت گرانش نمیتواند فضا را به دور خودش گرد کند، مشابه یک سیاه چاله. و سرنوشت این کیهان چنین هست: تا بی نهایت بزرگ می شود و کهکشان‌های دور تا ابد از یکدیگر دور و پنهان خواهند ماند و هرگز به هم نخواهند رسید. اما با چه دستگاهی این خمیدگی را اندازه‌گیری کردیم؟ بهترین مکان برای اندازه‌گیری انحنا نقشه تابش پس زمینه کیهانی است، یعنی تصویری از کیهان در سن 380 هزار سالگی آن. دانشمندان برای اندازه‌گیری انحنا یک مثلث روی این نقشه کشیدند. اگر فضا انحنای مثبت می داشت، یعنی بسته می بود، مجموع زوایای این مثلث بیشتر از 180 درجه می شد. اگر فضای انحنا منفی می بود، یعنی باز، مجموع زوایای آن کمتر از 180 درجه می شد. و اگر فضا کاملا تخت است، مجموع زوایا مثبت 180 درجه هست. نتایج نشان داد که عدد 180 درجه کامل در اینجاست، نه بیشتر نه کمتر، و این یعنی فضای کیهان ما کاملا صاف و تخت است. و این آزمایش ابتدا به وسیله کاوشگر WMAP انجام شد و سپس در سال 2010 کاوشگر پلانک آن را برای همیشه اثبات کرد و در طی سالهای بعد بارها و بارها اثبات شد و نشان داد جهان ما فضای تخت است. اما همین موفقیت یک سال دیگر ساخت: برای چه و چگونه کیهان ما درست در وسط این رویداد قرار گرفته است؟ آیا کیهان همیشه تخت بوده است و یا در آینده قوسدار می شود؟ و این مسئله در اخترشناسی با نام مسئله تختی شناخته شد که 3 احتمال برای آن مطرح کرد. کیهان واقعا تخت است و تا ابد به انبساط ادامه می دهد که واقعی ترین این مورد هست. و 2. کیهان دارای انحناست، اما یک انحنای بسیار کم که هیچ دستگاهی نمیتواند آن را اندازه‌گیری کند و زمینه آن بسیار بسیار بزرگتر از دید ماست. و 3. عامل پنهانی مانع دیدن انحنای فضا می شود که ما نشناختیم. اگر فرض اول درست هست، یک سوال شکل می گیرد که کیهان چگونه تا بی نهایت بزرگتر می شود، در حالی که از یک نقطه شروع شده است، از انفجار بزرگ، و زمانش بی انتها نیست. بر اساس نظریه انفجار بزرگ، کیهان ممکن است از درون تخت باشد، اما از دید کلی و از بیرون دارای یک توپولوژی چندگانه است، مشابه یک لوله و یا دونات و یا تورس به دور خود پیچ خورده است، مشابه میدان مغناطیسی زمین. در مدل کیهان ترودی فضا بدون مرز و پایان هست، اما از دید یک ناظر بیرونی حجم و اندازه و محدودیت در اینجاست. با این حال یک مشکل در اینجاست: اگر کیهان توروسی هست، ما باید نشانی از آن را در نقشه CMB مشاهده می کردیم، یعنی یک پدیده و یا کهکشان در 2 نقطه ظاهر می شد، چون نور کیهان را دور زده است. اما تا به امروز چنین پدیده ای را مشاهده نکردیم. نظریه دیگر میگوید اگر کیهان در یک چرخه بی پایان باشد، نهایتاً به یک نقطه بحرانی میرسد و دوباره جمع می شود و با یک بیگ بنگ جدید یک کیهانی جدید به وجود می آید و این چرخه تا بی نهایت ادامه پیدا می کند و ما بارها و بارها این زندگی را تکرار خواهیم کرد. اما اگر احتمال دوم درست هست، یعنی انحنایی در اینجا هست، کیهان باید به شدت و به اندازی باور نکردنی بزرگ و عظیم و جثه باشد، صدها میلیارد مرتبه آن چیزی که ما مشاهده کردیم، یعنی فراتر از 20 تریلیون سال نوری و یا بسیار بیشتر. فضایی پر از کهکشان، ستاره، سیاره که قابل شمارش نیستند. اما سوال نهایی اینجاست: چگونه کیهان در طی 13.8 میلیارد سال از نقطه کوچکتر از یک اتم، یعنی انفجار بزرگ، به چنین اندازه وحشتناکی رسیده است؟ بر اساس نظریه تورم کیهانی، کیهان در نخستین کسرهای ثانیه پس از تولد با سرعتی میلیاردها مرتبه نور انبساط یافت. اگر این سرعت ایجاد نمی شد،
گرانش آن را پس می گرفت و تمامی کیهان در اولین ثانیه دوباره برمیگشت و انفجار بازار بارها و بارها در اولین ثانیه ها شکل می گرفت و از بین می رفت و هیچ کیهانی، یعنی چیزی که ما در آن زندگی می کنیم، به وجود نمی آمد. در همان لحظه اول قسمت عظیمی از کیهان از دید و از مرز جهان قابل رؤیت ما خارج شد و این موضوع یک سوال دیگر را می سازد: چرا کیهان چنین ساختاری دارد؟ و اگر این کیهان و دنیای ما نمی بود، به جای آن چه کیهانی قرار می گرفت؟